پوستی به صافی آینه. آقا شما مطمئنید منو درست انتخاب کردید؟ من اصلا شغلم طراحی انسان نیستم، من فقط یه بار تنهایی درخت طراحی کردم. بابا خودکار که میتونی دستت بگیری، همین ذهنی دست و پا و شکم چیز در بیاره بکش بره. چشمانی به رنگ آبی آسمان. ببین فقط حتما خطکش استفاده کن که تقارنش رعایت بشه و زیبایی تو این پروژه حرف اولو میزنه. آقا کارتون تموم شد، اون خطکشو به منم قرض بدید. تو دیگه خطکش میخوای چیکار؟ میخوام دماغشو طراحی کنم. ول کن بابا، دستی بکش بره، اصلا سخت نگیر. خب بیا. گیسوانی به طرح و بلندای آبشار. آقا من موی سرم کم آوردم، یه ذره موی سر به من میدید؟ موی سر نداریم، یکم موی زائد مونده، فقط بیا اینو استفاده کن. من اینو می‌خواستم بزنم به موی سرش. سر و ته نداره که، بزن به تهش. خیلی پشم شد. آقا این نسبتا تمام، بعدی هم مثلا این بزنم؟ نه کارفرما گفته این هر یه دونه‌ش باید متفاوت باشه تو رنگ بندی‌های مختلف. برای منم هر کدوم متفاوت باشه؟ نه دیگه، تو هم یه دونه رو تمام کنی، تولید انبوه ازش می‌کنی. خب اینا خیلی شبیه هم میشن که. نگران نباش، توی جابجایی برینا یکم ضربه می‌کنن، خودشون متفاوت میشه. آقا این دفترچه راهنماشو میدید تمام زمین پرونده کنم. آره اینم دفترچه راهنماش. خیلی ممنون. اوه چقدر توره مراقبت پوستی. دفترچه راهنما منم میدید؟ که دفترچه راهنما نداره، فکر کنم هم یه دونه باشه فقط. چی؟ فقط هفته یه بار بره دوش بگیره؟ حالا اونم نگرفت خیلی مهم نیست.